میخواهم در یک بیابان، در یک تاریک کوه چنان داد زنم و فریاد و فغان کنم که دیگر مردم همین روی دنیا و همین دنیا رو نبینم. رستم جان، من در یگان برنامه نگریسته بودم. همیشه توصیه میکردم که مرد باید گریه نکنه. این زمان در حیات، در زندگی من یک پسترین شخص، یک انسان روی راه، یک خسی روی زمین خود را احساس بجوز از خداوند دیگر به کسی باور ندارم. تنها قلبم، روحم بیمار است، روحم شکسته است، نمیتوانم که به درد خود دوا دریابم. بینندگان عزیز، من دیگر نمیتوانم صحبت کنم. قسم شما عذر میپرسم. دوستان عزیز، زیر هر یک گوشه عبدالرحمن درد می‌خفتد. درود تماشابین عزیز، مطمئنم خوب و بردم و سلامت هستید و از هر گوشه تاجیکستان ما رو تماشا میکنید. یک سلامی گرم بهر یک و یک شما. دوستان عزیز، برنامه ما ستاره ریز عنوان دارد و مهمان برنامه ما هستند اقتصادچی، نامزد علم‌های اقتصادی، آموزگار، شاعر، سراینده و عموما نفری که در شبکه‌های اینترنت همیشه مورد نظر هست و با برنامه‌های جالب توانست یک غلغله افکند. مهمان ما هستند عبدالرحمن حکیمزاد. دوستان عزیز، پیش از همه برنامه رو که آغاز کردیم، مهمان ما رو خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید. تشکر زیاد رستم جان. در اول سلام گرم و صمیمی خود را به کل بینندگان کانال شما و مخصوصا برنامه شما میرسانم. و رستم جان، همه اون عنوانها و هنرهایی که در بالا شما نامبر کردید این زمان برای من هیجان. این زمان در حیات، در زندگی من یک پسترین شخص، یک انسان روی راه، یک خسی روی زمین خود را احساس میکنم. چرا شما این سخنها گفته اید؟ مگر از چیز مشکلی دارید؟ یگان بیماری دارید؟ میدانید رستم جان، زندگی زورقی را میماند که در یک بحر بیکنار ما در آن شنا میکنیم و ما به خود کفالت نمیدیم که تا به ساحل با این زورق میرسیم. حتی تصور نمیکردم که به این روزهای وزنین و سنگین و سخت میرسم. من از خداوندم هیچگاه چنین انتظار نبودم. همیشه در لبان من خنده بود. همیشه کوشش میکردم که به دوستان و به شناسان و اطرافیان نیکی کرده باشم، ولی نمیدونم از چی باشد که بالای این همه نیکی هایم امروز از عزیزترین شخصیت ها برایم بدی میبینم. از این خاطر بسیار در یک حالت ناگوار قرار دارم. شما اهمیت داده باشید، من در دوام یک هفته قریب 6-7 کیلو خراب شدم. عبدالرحمن، یک روز قبل شما نواری گذاشتید و در اونجا با درد سرود زمزمه میکردید و حتی در تکستی همون تگی ویدیو نوشتید که شاید این آخرین سرودی من باشد، آخرین سرودخوانی من باشد و بنابر سبب همین یک چی پرابلمه شما ترک صحنه کردن. ما محض همین سوال شما رو در اینترنت دیدیم و خواستیم دعوت کنیم که بیاید و سوالای ما جواب بدید. این چی سر و اسرار دارد؟ راستی رستم جان، من این تصمیم رو چند سال قبل گرفته بودم که ترک سرایندگی میکنم. اصلا من خود را هنرمند کسبی هم نمی حسابم. سرایندگی برای من یک عادت بود، از درآمد بود، برای پیشبرد عائله بود، برای یک قوت لایعمود یافتن زندگی رو پیش بردن بود، نرسیدن مبلغ شرایط بود. و امروز در یک وضعیت قرار دارم که فکر میکنم که برای من بعد از حمایت کردن و نامزد علم اقتصاد شدن دیگر سرایندگی کردن عیب و شرم‌آور است، چون که تماما در دیگر سمت کار میکنم و غیر از این من برای عائله خود، برای بهبودی زندگی خود اینقدر مهنت میکردم، شب و روز از این کنج تاجیکستان به اون کنج تاجیکستان، در راههای پرخطر با نقلیات، در زمستان، در برف و باران میرفتم. همه این رو دیگر ضرور هم نمیشد.
عبدالرحمن، من اهمیت دادم در دیگر برنامه‌های ما شما با میخه کشاد و رفشان حرف میزدید ولی با اچکی نمی اومدید. چرا این دفعه با اچکی اومدید و مطمئنم و خواهش میکنم که ما اچکی خود رو میگیرید، زیرا تماشابین ما دوست نمیدارم. من رستم جان قریب یک هفته می شود که خوابی درست نکردم. تماما در یک حالت استرس قرار دارم. من اچکی ماندن رو اصلا خودم هم دوست نمیدارم ولی مجبور شدم. نمیخوام که به چشمان بینندگان نگریسته دروغ گفته باشم ولی بگذار من به اچکی هم صحبت میکنم با شما. شما دوست بهترین من هستید. من کوشش میکنم که پره حقیقت رو هم نکشایم به شما دروغ نگویم و شاید که روزهای نزدیک با دعوت یکی از دوستان بهترین که برای من مثل فرزند پدر است، حاجی ثمرالدین، دعوت شدیم به خانه خدا به زیارت زمین مقدس و یکی از سبب‌های شاید ترک کردن صحنه هم همین شود، چون که فکر میکنم که بعد از زیارت خانه خدا دیگر سرود خواندن هم به نهایت گناه وزنین می شود. رفت و اگر به این نیت نیک رسیده باشم حتما من ترک سرایندگی میکنم و یکی از سبب‌های دیگرش هم همین است. یعنی حاجی عبدالرحمن میشه؟ بله، و هر یک انسان آرزو میکند که به خانه خدا را و زیارت کند، این زمین مقدس و این برای هر یک انسان فرض است. من هم آرزو میکردم ولی در این سن جوانی، در این ایامی که نو کریر خود را میساختم، باوری نداشتم که چنین صورت میگیره. عبدالرحمن، من مدام در لبان شما خنده را میدیدم و این روز میبینم که خنده از لبان شما بر وقت دور شده است. شما در حقیقت یگان غم دارید، یگان درد دارید، بیماری دارید. اصلا رستم جان در شبکه‌های اجتماعی بسیاری مخلصان مردم میگفتن که ما نه تنها عاشق برنامه‌های تو بلکه عاشق خنده‌های تو هستیم. بله. هرگاه که تو میخندی ما رو هم خنده میگیرد. یک لحظه خستگی خود را دور میکنی. تو همیشه یک جوانی چهره کشاد و خندان هستی ولی ببینید که زندگی یک انسانی که همیشه در لبانش خنده بود و چنین احوال آورده است که قریب یک هفته می شود که من آخرین بار خندیدنم را یاد ندارم. حتی نمیتوانم. کوشش میکنم، هر قدر کوشش کردم که فراموش کنم نشد. دوستانم زنگ میزنن، کمک میکنن، به شب نشینی ها دعوت میکنن، به توی ها دعوت میکنن. یگان چیز به درد من درمان نبخشید. شاید که به خانه خداوند روم و این سبب شود این همه غم و اندوه را فراموش کرده باشم. کسی شما رو تهمت کرد؟ کسی شما رو فشار آورد؟ تهدید کرد؟ چرا گره هست در دل شما اون نمیخواید اون رو کشاید؟ رستم جان، من شکرانه خدا یگان عضو بدنم بیمار نیست، آدمی ساق سلامت. تنها قلبم، روحم بیمار است، روحم شکسته است. نمیتوانم که به درد خود دوا دریابم. در این لحظه های حساس کی درباره شما است و چی میتواند که شما رو آرام لحظه گذارد؟ بسیار دوستان، اصلا من اونقدر دوست زیادم ندارم. دوستان جانی قریب که ندارم، دوست باز و رفیق باز هم نیستم. چند نفری که هستند از احاطه روزنامه‌نگاران و هنرمندان احوال من را میبینن، دعوت میکنن. لحظه هم باشد میخواهند که من همین روزهای سخت رو فراموش کرده باشم، خود را یک لحظه خوب احساس کرده باشم. ولی یگانه تسکین بخش قلب من این زمان من با خداوند راز میگویم، در نمازهایم دعا میکنم، شب زنده داری میکنم. فقط از خداوند طلب میکنم که این روزهای سخت را پس سر کنم. میگویند از ناامیدی ها بس امید است، پایان شب سیاه سفید است. از این خاطر با امید روز نیک، با امید خوشی های آینده باز زندگی میکنم. شاید در جای من دیگر نفر میبود با خودکشی دست میزد، با یکان کار دیگر دست میزد، ترک وطن میکرد. ولی از سبب اون که نام من عبدالرحمن است، من بسیار تعریف نشود،
انسانی با رحم هستند، رحمدل هستند. بسیار عصب‌های بقوت دارم. صبر کرده ایستادم. خداوند با من همیشه صبر دهد. در زندگی هر یک نفر میدوند که به کی باور کنه. عموما در زندگی شما به کی باور دارید؟ بجز از خداوند دیگر به کسی باور ندارم. به بینندگان و مخصوصا از جوانان هم خواهش میکنم که در زندگی به نزدیکترین شخص خود باور نکنند. تنها به خداوند باور کنند، چون که انسان‌های امروزه رو فهمیده نمی‌شود. انسان‌های امروزه مثل شام و سحر شدند. گاهی سیاه، گاهی سفید، یکی را از دیگر شناخته نمی‌شود. یک عمر با یک انسان حتی زندگی میکنی، عاقبت میفهمی که او برای تو صادق نیست. از همین خاطر این زمان من به یگان نفر باور ندارم در زندگی، تنها به خداوند. دوستانی بهترین دارید؟ اصلا من به دوستی جانی باور ندارم. دارم چند نفر دوست از احاطه روزنامه‌نگاران و هنرمندان، برایشان تشکر میگویم که در این روزهای سخت در پهلوی من هستند. هر لحظه زنگ میزنند، سراغ میکنند، مرا به جای میبرند که این لحظه های واقعا برای من سخت را فراموش کرده باشم. شما در حقیقت گفته میتوانید که ترک صحنه میکنید و همین درد شما را از صحنه برده ایستاده است یا که چیز دیگر؟ دو چیز مرا از صحنه میبرد، انیقترش سه چیز: تنهایی، زیارت خانه خدا و عنوان نامزد علم اختصاص گرفتن. همین سه چیز باعث ترک کردن صحنه من میکرد. پریشانی و خستگی و تنهایی میتواند که بله، وقتی انسان تنها است، خسته است، دل آزرده است، از زندگی دل سرد است، با او نه موسیقی میفورد، نه سرود میفورد، نه توی و کنسرت میفورد. همیشه میخواهد در تنهایی باشد، با خداوند راز گوید. مناسبت شما با پدر و مادر ساز است؟ با فرزندان پدر خوب است؟ خوب است، الحمدلله. پدر و مادرم ساق و سلامت. مادرم کمی بیمار هستند، این زمان در شهر مسکو قرار دارند. پدر من در زندگی یک شخصیتی هستند که حتی به مورچه آزار نمیدهند. در دهه همه پدر من را احترام میکنند. مادر من در زندگی نه تنها زن، مادر من در حیات من هم استاد من، هم مادر من، هم پدر من، هم سرپرست من. تمام هستی خود را فدای ما فرزندان کرده. امروز سلامتی خود را از دست دادم، دور از وطن، در ملک غریبی. مادر رو یاد کردید؟ بچه جان، من شاید در رویتان گفته نتوانم، ولی من از روی نکرم میگویم من رو ببخش. تو را دوست میدارم به نهایت. من در یگان برنامه نگریسته بودم. همیشه توصیه میکردم که مرد باید گریه نکند، ولی میخواهم در یک بیابان، در یک تاریک کوه چنان داد زنم و فریاد و فغان کنم که دیگر مردمی همین روی دنیا و همین دنیا رو نبینم رستم جان. ولی فقط به خاطر فرزندم، به خاطری که از الله میترسم، به خاطری که به آینده نیک باور دارم، هنوز هم صبر میکنم. توجه میدونیم یک فرزندتون گذشته بود و در اونجا خیلی هم پریشان بوده. ابراهیم جون چی حال دارد؟ کلانک شده است؟ شاید که از زنم دیده
برای فرزند گذشتم من بسیار غم خورده باشم. من در تنهایی گریه میکردم ولی به کسی نمیگفتم. امروز من تنها به خاطر ابراهیم زندگی دارم. رستم جان عذر. بینندگان عزیز، من دیگر نمیتوانم صحبت کنم. قسم شما عذر میپرسم. دوستان عزیز، زیر هر یک گوشه عبدالرحمن درد میخفته است و ما نمیتوانیم که این درد رو یک یک از دل و جگر او کشیده به شما پیشکش سازیم. او رو حالتش رو باز هم غمگین تر گردانیم. برای کمی آرام شدن و بعداً به این سوال‌های مورد ما جواب گفتن، ما با عبدالرحمن تنفس اعلام میکنیم و انتظار باشید به روزهای نزدیک قسم دومی برنامه ما شروع می شود و آن همان دردی که گریهش رو نخواست در این برنامه کشاید حتما در برنامه دیگر میکشاید. ناگفته نماند که دوستان عزیز زیاد میخواهید که درد دل عبدالرحمن رو خود بدونید. پس من به شما توصیه میدم که در اینجا کانالش رو میگذارم، حتما در اون ابونه شوید. بعدا چی سوال و درخواستی که دارید میتونید به خودش شخصا مراجعه کنید. دردنامه خود رو خودش براتون قصه میکنه. با ما بمانید.